خب سوال گفته در شکل زیر 3 ذره باردار روی یک خط راست ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی خالص وارد بر هر یک از بارها صفره. کدوم مورد درسته؟ یعنی 3 تا ذره‌ای که روی خط قرار دارند به هیچ کدوم هیچ نیروی خالصی وارد نمیشه، یعنی 3 تاشون در حالت تعادلن. خب برای حل این تست 2 تا نکته رو بلد باشیم، بدون اینکه از فرمولی استفاده کنیم میتونیم تست رو بزنیم. خب نکته اول، اگر 3 تا ذره روی خط در حالت تعادل باشن، 2 بار کناری همنامن و بار وسطی با اونا ناهمنامه. پس 2 بار کناری همنام و بار وسطی ناهمنامه با اون دوتا. نکته بعدی که باید بلد باشی، اندازه بار وسطی از 2 تا بار دیگه کمه، پس بار وسطی از 2 بار دیگر کوچکتر و باری که دورتره از همه بزرگتره اندازش، و بار دورتر از 2 بار دیگر بزرگتر است. پس من از اینجا نگاه کن، Q1 و Q3 همنامن، Q2 باهاشون چیه؟ ناهمنامه. مثلا فرض کن Q1 و Q3 رو من دوتاشو مثبت بگیرم، مثبتش فرق نمیکنه، میتونی منفی هم در نظر بگیری دوتاشو. و بار وسطی چیه؟ منفی. و از لحاظ اندازه Q3 از همه بزرگتره، Q2 از همه چیه؟ کوچکتره. در واقع اینجوریه، Q3 بزرگتر از Q1، Q1 هم از چی؟ Q2 بیشتره. خب با استفاده از این دوتا نکته بیایم گزینه ها رو با رد گزینه چیکار کنیم؟ گزینه صحیح رو به دست بیاریم. خب گفته که Q1 تقسیم بر Q3 میشه منفی 3 دوم. اولا Q1 و Q3 دوتاشون همنامن، به هم تقسیم کنن منفی نمیشه، پس الف رد شد. گزینه ب گفته Q2 تقسیم بر Q3 میشه 3 چهارم. Q2 تقسیم بر Q3 میشه 3 چهارم. Q2 و Q3 چی هن؟ ناهمنامن. باید چی در میومد؟ منفی در میومد. پس این گزینه هم رد میشه. بعدی گفته Q2 به Q3 میشه منفی 4 سوم. خب درسته علامت درست در اومده، منفی در اومده، چون Q2 منفی Q3 چی؟ مثبت، منفی در میاد. ولی Q2 از Q3 کوچیک‌تره، 4 سوم نمیشه. 4 سوم یه عددی بزرگتر از یکه. Q2 به Q3 به کوچیک‌تر از یک باشه، پس این هم رد میشه. و تنها گزینه مونده گزینه داله که درسته. Q2 به Q1 اولا منفی میشه، Q2 به Q1 چیه؟ منفیه. در ضمن Q2 از Q1 کوچیک‌تره، پس باید عددش کمتر از یک باشه که 4 نهم از یک کمتره. پس میشه گزینه دال.